نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا إلا ما علمتنا إنك أنت آیات گذشته و آیاتی که تلاوت گردیدند در ارتباط با غزوه احزاب و جنگ احزاب هست که همه احزاب، گروه‌ها، تشکل‌ها با هم متحد شدند بر علیه رسول الله صلی الله علیه و سلم، دین عزیز اسلام و اونچه که خواستند، اونچه که اراده کردند الله عزوجل اراده هایشون را، نیاتشون را و آرزوهایشون را تبدیل به یأس کرد، با شکست مواجه شدند. هر کاری که خدا بخواد میشه. اما در این میان چندین گروه بودند که هویت اونها، حقیقت اونها مشخص شد. یک گروه که مشرکین بودند، اهل کتاب بودند، دشمنان سرسخت اسلام، اونها با هم متحد شدند. در درس دیروز خواندیم که نتیجه چی شد. اما یک گروه دیگر که به ظاهر خود را مسلمان می گفتند، منافقین، اینها مونده بودند که چیکار بکنند. دو خصلت برای منافق در این آیه الله بیان می فرماید. یکی این که منافق خیلی بخیل هست، بخلش بالاست. دوم خیلی بزدل و ترسو هست. منافقین در دو راهه بودند. از یک طرف می ترسیدند، از یک طرف تحمل نداشتند، بخلشون بالا بود که مسلمان ها به نوایی برسند، جای فتحی، پیروزی، موفقیتی
غنیمتی حاصل کنند. لذا خصلت‌های منافقین را که بعضی ها را ما دیروز خواندیم، بعضی ها را امروز می‌خوانیم، الله بیان می‌فرماید که ما از خصال منافق بدور باشیم، از خصال اهل نفاق بدور باشیم، دنبال شرایط نباشیم. من در درس صبح هم عرض کردم، یکی از علماء بسیار بزرگ که با اسرار و رموز قرآنی آشناست، حضرت شاه ولی الله رحمه الله، می‌فرماید که گروهایی که در قرآن ذکر شده اند، خصال اون گروه ها در همین امت هم هستند. یعنی اگر خدا از مشرکین بحث کرده، در میان امت ما هم از اون صفات مشرکین، یعنی خرافات و نادانی و جهل و اونها هست. اگر خداوند عزوجل از علماء یهود ذکر کرده، خب اون دین فروشی، اون کتمان، اون تلبیس حق، اون قاطی کردن حق با باطل در همین امت هم هستند. علماء دین فروش، علمایی که بعضی وقتها به خاطر منافع خودشان، به خاطر مصالح سیاسی، به خاطر راضی کردن حکام، دین را و احکام دین را مخفی می کنند. اگر خدای عزوجل از مسیحیان یاد کرده، نمونه هاش در همین امت هستند. کسانی که خودشون را صاحب زاده و آقا زاده و پیر زاده و فلان زاده میگویند و معتقدند که ما یه تقدسی داریم چون از فلان نسب هستیم. و اگر خدا از منافقین در قرآن بحث میکنه، در این امت هم هستند، اون خصال هستند، بیشتر در میان حکام هستند و هم بعضی از افرادی که سرمایه دارند یا سیاسی اند یا به اصطلاح لیدرها هستند که اینها نگاه میکنن شرایط را، شرایط به کدوم سمت و سو هست، شرایط هر طور ایجاب بکند به همون طرف میرند. گاهی همین افراد میبینیم که میبینن شرایط اهل دین خوب نیست، شرایط اهل حق خوب نیست، اصلا نزدیک هم نمیاند، دوری میکنند، حتی ارتباط، هیچ نوع ارتباط تلفنی غیر تلفنی برقرار نمی کنند. اما گاهی شرایطی هست که باید خودشون را نزدیک بکنن، نیاز به رأی دارند، نیاز به حمایت دارند، نیاز به یه سری مسائلی دارند، می آیند و اظهار ارادت، اظهار محبت می کنند، هم به نعل می زنند، به قول معروف، هم به میخ می زنند. لذا الله عزوجل این صفات را برای ما بیان کرده که ما بر حذر باشیم، ما منافق گونه نباشیم، صفات اهل نفاق را داشته نباشیم. مثلا یکی از صفات اهل نفاق اینه که در شرایط سخت با اهل حق همراهی نمی کنه. این آیه‌ای که در رابطه با منافقی ذکر شده، یکی از منافقین در مدینه طیبه در عین زمانی که شرایط جنگ خندق بود، رسول الله صلی الله علیه وسلم با اون شرایطی که دیروز عرض کردم، فقر و فاقه و گرسنگی و سختی ها را تحمل میکرد. این رفته بود مدینه، تو باغش داشت کباب درست میکرد. یه برادری داشت، برادرش مخلص بود، مؤمن واقعی بود. این برادرش برای کاری رفت مدینه، از پیغمبر خدا اجازه گرفت، رفت مدینه، اونجا کارش را انجام داد و برگشت دید که برادر نشسته اینجا کباب درست میکنه، روی آتش هست، سر آتش داره برای خودش غذا درست میکنه. اون برادرش، این که منافق بود، به برادرش گفت کجا میری؟ گفت اونجا که رسول الله و مسلمان ها هستند، اونها در اون شرایط، تو اینجا نشستی و داری غذا درست میکنی، کباب درست میکنی. گفت بیا اینجا، بیا با هم بخوریم، تو غمی چی را داری؟ برادرش گفت حتی شما هم نرو، بیکار میری. الله عزوجل از این نوع صفات اهل نفاق در قرآن یاد میکند و مذمت میفرماید. الله میفرماید قد یعلم الله المعوقین منکم،
همانا الله میداند معوقین یعنی مانعین، کسانی که جلوگیری میکنند از شما، دیگران را خودشون هم نمیرن به جهاد، دیگران را هم نمیگذارند برند. والقائلین لاخوانهم هلم الینا، آنانی که به برادرانشون میگن بیایید اینجا، بیا اینجا پیش ما، بیا، بیکاری کجا میری؟ الله میفرماید من اینها را میشناسم، میدانم، الله اینها را مشخص کرده. منظور اینه که به وقت به کیفر اعمالشون میرسند. ولا یأتون البأس الا قلیلا، به جنگ نمی آیند، حضور پیدا نمی کنند مگر اندک. اندک چیه؟ در شرایط میاند که احساس بکنند شرایط جنگ به نفع ما تغییر میکنه. خب در اون نوع جنگ ها همراهی میکنن، به خاطر غنیمت هست، به خاطر مال هست، نه به خاطر اخلاص. اشحة علیکم، این علت است که چرا در بعضی مواقع می آیند، چون اشحة علیکم، بر شما اونها چی هستند؟ بخیلند. ای فهم عند الغنیمت اشح قوم، به وقت غنیمت اینها بخیل ترین قوم هستند، یعنی اینها تحمل ندارن کل اون چی که به غنیمت میرسه مال شما باشد، میخوان اینا هم شریک باشد. اما وقتی که جنگ باشد، سختی باشد، شدائد باشد، و عند البعث اجبن قوم، بزدل ترین قوم میشه. لذا الله می فرماید فاذا جاء الخوف رأیتهم، زمانی که خوف می آید، زمانی که احساس خطر می کنند. بزدلی منافقین را الله به تصویر کشیده. انسان نباید اینقدر از مرگ بترسه، اینقدر ترسو باشه. مرگ که میاد، دیروز عرض کردم، چه در رخت خواب باشه، چه در دریا انسان غرق بشه، چه در میدان مردانه، میدان جهاد مردانه شهید بشه، میاد. آخر انسان چرا از مرگ بترسه؟ مگر اگر تو جبهه نیاد، بعد بیرون جبهه مرگ نمیاد؟ اونهایی که بیرون جبهه میمیرند از اونهایی که در جبهه میمیرند بیشترند. لذا الله میفرماید فاذا ذهب الخوف، فاذا جاء الخوف، زمانی که خطر بیاد، خوف بیاد، رأیتهم ینظرون الیک، میبینی نگاه میکنن به سوی شما، تدور اعینهم، چشمایشون، اون مردمه که چشم منظور است، در اون حلقهشن به سرعت دور میزند. وقتی انسان بترسد اون مردمکش میگردد، انسان زیاد تعادل ندارد، چنان میترسن کالذی یغشا علیه، مثل کسی که حالت غشی آمده، حالت بیهوشی طایری شده. چرا اینطور چشمایشون در حلقه، مردمک چشم در حلقه دور میزند و میچرخد و میگردد؟ من الموت، از ترس مرگ. پس انسان نباید، مؤمن بالخصوص، بویژه کسی که اعتقاد دارد به تقدیر الهی، نباید از مرگ بترسه. و یکی از دلایل نفاق اینها هم ترس از مرگ بود. اما فاذا ذهب الخوف، وقتی که خطر زائل بشه، خطر بره، خوف از بین بره، سلقوکم بألسنة حداد اشحة علی الخیر، اینها با شما مواجه میشن، برخورد میکنن، ملاقات میکنن با زبان تیز. این وقت چنان زبانشون گویاست، چنان چرب زبانند و چنان اظهار ارادت و محبت و عقیدت که به خاطر چی؟ اشحة علی الخیر، اینا خیلی بخیلن بر خیر. خیر مراد اینجا مال است، بر مال. یا بخیل الشح دو معنا دارد، یکی به معنی بخل، یکی به معنی حرص. خیلی حریصند، میگن به ما چیزی برسه، لذا میآیند میگن ما هم بودیم در کنار شما، ما هم پشت جبهه در کنار شما بودیم، و میخواهند از قافله عقب نمونند، از خیر نمانند. الله میفرماید اولئک لم یؤمنوا، اینا ایمان ندارند، فاحبط الله اعمالهم، هرچی عمل کردند خداوند اعمالشون را تباه کرده، ضایع کرده.
و کان ذلك علی الله یسیرا، این بر خدا آسان است که تمام اعمالشون را ضایع بگرداند و فردا اونها را به کیفر اعمالشون برساند، چون که ایمان ندارند. خدای عزوجل پیغمبر به ظاهر نگاه میکند، چون پیغمبر خدا غیب نمیداند. پیغمبر در ظاهر در صف نماز اینها را قرار میده و در صف جهاد هم قرارشون میده، غنیمت هم بهشون میده، اما خدا که عالم الغیب است، خدا بر اساس واقعیت فیصله میکند. لذا الله میفرماید اولئک لم یؤمنوا، اینا ایمان ندارند. یحسبون الاحزاب، بازم از همین منافقین فکر میکردند که احزاب هنوز هستند. وقتی که خبر رسید که احزاب همه گریختند، همه فرار کردند، رفتند، تار و مار شدند، شکست خوردند، بزدلی اینها را الله بیان، اینقدر بزدل، اینقدر ترسو که باور نمی کردن، فکر می کردن هنوز هستند. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، می پنداشتند احزاب را، احزابی که مدینه منوره را محاصره کرده بودند، می پنداشتند آنها هنوز نرفتند. الله عزوجل حرف دل منافقین را اینجا زده. و این یأتی الاحزاب، اگر احزاب بیایند وارد مدینه بشوند، میدونی منافقین چه تمنایی دارند؟ اللهی که علیم بذات الصدور است، تمناها و آرزوهای دل تک تک من شما را میداند. الله عزوجل تمناهای قلب منافقین را اینجا ذکر کرده. اگر احزاب بیایند، اینا دوست دارند، یودوا لو انهم بادون فی الاعراب، اینها دوست دارند، تمنا دارند که کاش بیرون مدینه در بادیه ها، در روستاها اونجا ساکن بودند، اونجا مقیم بودند. یعنی میگن کاش ما تو مدینه نبودیم، چنان میترسند، از همون دور خبری میگرفتند. فقط یودو، دوست دارن، لو انهم بادون فی الاعراب، آنها بادیه نشین بودند در روستاها، در جنگلها، یسألون عن انبائکم، دورا دور اخبار شما را سوال می کردند، خبر از جبهه می گرفتند، خودشون اینجا حضور نداشتند. این تمنا دارند. و اگر بالفرض در مدینه هم باشند، در میان شما باشند، هم یارای جنگیدن ندارند و حالش را، دلش را ندارند. ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا، اگر اینها در میان شما باشند نمی جنگند مگر اندک، همون اندکی که جایی که احساس بکنن شرایط جنگ به نفع است، اونجا غنیمت گیر میاد، مال گیر میاد اونجا. خب این بحث منافقین بود. در چنین مواقع سخت هم مخلص معلوم میشه، هم منافق معلوم میشه. گاهی خدای عزوجل شرایط سختی برای مسلمانان میارد تا که متمایز بشن، جدا بشن، مومن کیه، منافق کیه. حال خدای عزوجل در این آیه از مومنین یاد میکند. سبحان الله، مومنین، مخلصین، اصحاب جان برکفا، اونایی که الله عزوجل خودتون مشاهده بفرمایید با چه تعبیری از اونها یاد میکند. اما سرخیل اهل ایمان خود رسول الله است. ابتدا الله به ما دستور میده که شما رسول الله را الگوی زندگیتون قرار بدید، اسوه حسنه قرار بدید. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. ای مؤمنین، ای مخاطبین قرآن، ای مسلمان قرن موجود، قرآن کتاب روز هست، هر زمان خطاب می کند مخاطبین خودش را. گویا این خطاب متوجه من شماست. می فرماید که در وجود رسول الله برای شما اسوه حسنه هست، الگوی خوبی هست. یعنی به رسول الله و به زندگی رسول الله تأسی بجویید. ببینید رسول الله برای ما الگو هست، در چی چیزی ما باید به رسول الله اقتدا بکنیم.
درست علما نوشتن در تمام دین، در تمام زندگیتون، مسائل دین و دنیایتون بهترین الگو برای شما رسول الله است. گاهی ما وقتی که الگو برداری میکنیم و بیشتر آیه را تفسیر میکنیم، ما بعضی چیزهای خاص را شاید به عنوان الگو چی بکنیم، انتخاب بکنیم. مثلا ما ظاهرمون را، لباسمون را، مویمون را، ریشمون را، مسواک سنت را، نمازهای اوابین را، نمازهای اشراق را، اینها را به عنوان الگو یاد کنیم. شک نیست که اینها هم هستند، در اینها هم ما باید به رسول الله اقتدا بکنیم. اما ببینیم موقعیت این آیه در کجا هست. این آیه در لابلای آیاتی هست که در رابطه با جنگ احزاب هست. اینجا بحث تنها مسواک و عمامه نیست، اینها هم الگو هستند، اینها هم باید در اینها هم تأسی بشه به رسول الله. اما اصل اینجا موضوع جهاد است، موضوع ثبات هست، موضوع از دشمن نترسیدن و نهراسیدن است. بحث اینه که انسان برای دین خدا تا آخرین لحظات انسان ایستادگی بکنه. خدا کمکش میکنه، همان گونه که اینجا از نظر اسباب ظاهری هیچ امیدی نبود. یک جماعت مختصر بدون امکانات، حتی بدون غذا و خوراک، بتونه این لشکر جرار و این لشکر قوی را که تا دهان و دندان مسلح بودند و همه امکانات و تجهیزات داشتند و دست به دست هم داده بودند، از مکه تا مدینه متحد شده بودند، هر طرف محاصره کرده بودند، بعید بود که دیگه اینجا نجاتی باشد. اما وقتی که ثبات باشد، استقامت باشد، توکل بر الله باشد، دعا و نیایش باشد. ببینید رسول الله صلی الله علیه وسلم در احزاب چه اعمالی انجام دادند. علاوه از این که خودشون پا به پای اصحاب و یاران کار کردند، خندقها را حفر کردند، آن حضرت شب و روز دعا، نیایش، نماز، التجا، صحابه را تقویت کرد، استقامت. اینها برای ما باید الگو باشند. زندگی میگذرد، در زندگی مشکلات می آید، لذا تأسی در ایمان است، تأسی در توکل است، تأسی در دعا و نیایش هست، تأسی در ایستادن در مقابل دشمن و تسلیم نشدن است. الله می فرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، در وجود رسول الله برای شما الگوی بسیار زیباست. از ایشون الگو برداری بکنید، زندگی ایشون را الگوی زندگی خودتون قرار بدید. اما این برای چه کسانی است؟ لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، این الگو برداری برای کسانی هست که از خدا می ترسند، اونایی که ایمان به آخرت دارند. یرجو الله را چندین ترجمه کردن. رجا معنیش امید هست، بعضی گفتن یخاف الله، اونایی که از خدا می ترسند. بعضی گفتن اونایی که اعتقاد دارند به روز آخرت، اعتقاد به خدا، به توحید دارند و به روز آخرت دارند. برای مؤمن واقعی، اونی که خدا را قبول داره، روز آخرت را قبول داره، بهترین الگو خود پیغمبر است. و ذکر الله کثیرا، آنهایی که خدا را به کثرت یاد میکنند، یعنی اعمال صالح انجام میدن. خب این ذکر رسول الله بود. بعد از ذکر رسول الله ببین اصحاب رسول الله. اون طرف ما ذکر منافقین خواندیم، ببین فرق منافق و مخلص واقعی. ولما رأى المؤمنون الاحزاب، زمانی که مؤمنین احزاب را دیدند، گروه ها را دیدند، از هر طرف محاصره شدیم، خیلی سخت شد. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله.
الله می فرماید آنها گفتند این اون چیزی است که الله با ما و رسولش وعده کرده. این همون وعده هست، همیشه در قرآن وعده می آمد. و صدق الله و رسوله. از مشکلات ایمانشون قوی تر شد، ضعیف نشد. اعتراف کردند الله و رسولش راست گفتند. وعده خدا و رسول چی بود؟ مفسرین نوشته، علامه قرطبی، علامه آلوسی در روح المعانی، منظور از وعده اون آیه‌ای هست که خدا فرموده ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. معنای آیه این هست که ای مؤمنین، آیا شما میپندارید که شما همینطور مفت بدون هیچی وارد بهشت میشید، در حالی که سختی ها و شدائد و مشکلاتی که بر پیشینیان آمد هنوز برای شما نیامده؟ مستهم البأساء، اونها با چه مشکلات جانی مالی مواجه شدند. شدائد و سختی های مالی و جانی آمد. متزلزل شدند، چنان متزلزل شدند که پیامبر اون زمان و امت اون پیامبر انتظار و لحظه شماری میکردن، میگفتن متی نصر الله، کمک خدا کی میاد؟ یعنی شرایط سختی بود. اینجا که صحابه دیدن شرایط داره سخت میشه، گفتن صدق الله و رسوله. مثل امتهای پیشین هم نبودند، مثل اصحاب موسی هم نبودند. مقایسه بکنید، در قرآن ذکر اونهاست. اونها وقتی که فرعون داشت می آمد منت گذاشتن، گفتن یا موسی انا لمدرکون، موسی این ما دستگیر شدیم، تو چه رایی ما را آوردی؟ در بدر شدیم، الان چه کار بکنیم؟ موسی میگه کلا، نه اینطور نیست، شما بی صبری نکنید، صبر کنید. اونا داد و فریاد میکردن، بی صبری میکردند. اما اینها وقتی که مشکلات را دیدند، در سوره آل عمران خواندیم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. صحابه رسول الله وقتی که مردم بهشون گفتن که ابو سفیان یه لشکر بزرگی بر علیه شما جمع کرده، فزادهم ایمانا، ایمانشون اضافه شد، نترسیدند. در وقت مشکل مؤمن ایمانش بیشتر میشه، اونا نترسیدند. فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. این نقلی هست از صحابه الله ذکر میکنه در سوره آل عمران. ایمانشون بیشتر شد که گفت حسبنا الله و نعم الوکیل. اینجا هم از هر طرف محاصره، از هر طرف مشکلات، به قدری که بلغت القلوب والحناجر، خود قرآن در همین سوره گفت که گلوها خشک شد، نمیدونستن چه کار بکنند. در اون شرایط اینها ایمانشون قوی شد، گفتن صدق الله و رسوله، الله و رسولش راست گفتن سختی میاد، این همون سختی است، پس برادران باید این سختی ها را تحمل کنیم. با هم دیگه میگفتن و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. الله می فرماید این مؤمنین را نیفزود در اونها سختی ها مگر ایمانشان را افزود و تسلیمشان را افزود، یعنی یقینشان بیشتر شد و تسلیم در مقابل دستور الله بیشتر شد. اینا هستن یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم. ببینی قرآن از اونها تعریف میکنه، در سخت‌ترین شرایط اینا ایمانشون قوی شد، اینا دفاعشون جانانه تر شد. هنوز الله اینها را ببینی با چه کلماتی، با چه تعبیراتی. ما که میگیم صحابه را دوست داشته باشیم چون الله دوستشون داره، الله تعریفشون میکنه، الله اینها را به عنوان الگو معرفی میکنه. هم رسول الله الگوست و هم اصحاب و یارانش. اگر میخوایی به مقصد برسی، اگر میخوای به رضای مولا برسی، اگر میخوای به بهشت برسی، اینها الگو هست، اینها ستاره های زندگی و ستاره های هدایت هستند. الله میفرماید
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. از میان این مؤمنین مردانی هست، صفات مؤمنین مجاهدین را الله می فرماید، از میان مؤمنین مجاهدین مردانی هست که صدقوا ما عاهدوا الله علیه، با آنچه که با خدا عهد بسته در این عهد خودش صادق است. مثل منافق درنگ و دروغگو نیست، صادق است. هر چی که وعده کرده با ربش که پروردگار جان و مالم را فدا می کنم همونطور کرد. الله میگه صحابه و مؤمنین این کار را کردند. فمنهم من قضا نحبه، بعضی از اینها هستند به انجام رساندن مسئولیت خودشون را، به سرانجام رسوندند ذمه خودشون را، مسئولیت خودشون را، وظیفه خودشون را. الله تایید میکنه که به نحو احسن انجام دادن. و منهم من ینتظر، بعضی هنوز منتظرن موقعیتن. کجا موقعیتی پیش بیاد جان و مال را تقدیم بکنیم. اینهایی که قضا نحبه هستند کیا هستند؟ بسیاری از مفسرین گفتند که مصداق این آیه اون صحابه مجاهدی که جان بر کف بودند، جان دادن، شهید شدند، مثل حضرت انس ابن نضر رضی الله تعالی عنه که برادر دادش انس ابن مالک تعریف میکنه، میگه عمویم در روز احد به طرف کوه احد میرفت. گفتیم کجا میری؟ گفت که بهشت از طرف احد به مشامم میرسه، بوی بهشت را احساس میکنم. امروز روزی نیست که عقب بکشیم. رفت به طرف دشمن، جنگید تا آخر، خلاصه بعد از جنگ طولانی شهید شد. آخر وقتی که جنازه اش را وقتی که میخواستند شناسایی بکنن، شناسایی نمیشد، از بس که زخم بود، از بس که خون بود، نمیدونستن انس کجاست. تا اینکه خواهرش از بندهایش یا از نشانی که روی دستش بود تشخیص داد که این برادر من هست. بعضی گفتند امثال انس ابن ناظر هستند، بعضی گفتند که حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه است، طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنه، که در روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود هر کسی که میخواهد ببیند اون انسانی را که نظرش را کامل کرد، او طلحه را ببیند. حضرت طلحه در جنگ احد وقتی که از طرف دشمن همش تیر می آمد، دستش را سپر کرد برای رسول الله. هر تیری می آمد این دستش را جلو نگه می داشت، شمشیر و نیزه‌ای می آمد دستش را نگه می داشت، تا اینکه دستش رگهایش قطع شد، دستش فلج شد. برای همیشه دستش معیوب بود در دفاع از رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود این آدم اون کسی هست که به نظرش وفا کرد، به وعدهش وفا کرد. فمنهم من قضا نحبه. لذا اینها هستند، اینها که جان برکف بودند. سعد ابن معاذ که در آیات جلوتر من داستانش را مفصل تر عرض می کنم، اینها بودند جان دادند، مال دادند، خون دادند، همه چیز را فدا کردند تا از رسول الله و دین رسول الله و مسیر رسول الله حفاظت بکنند. لذا اینها سزاوار رحمتند، سزاوار دعای خیرند از سوی ما، نه نفرین. نمک نشناسی هست که اینها همه چیز را تقدیم کردند تا ما با خدا آشنا بشیم. بالخصوص با ما مردم ایران اینها منت دارند، احسان دارند. اینا همه چیزشون را فدا کردند و برای همیشه مدینه را ترک کردند. در مدینه هر نمازی 1000 فضیلت داره یا 50,000 تا فضیلت داره. اونجا که قبر رسول الله بود اینها همه اونجا را ترک کردند، شهر به شهر، کشور به کشور، بلد به بلد آمدند
و مردم را با دین آشنا کردند، دین خدا را همان گونه که رسول الله فرموده بود فلیبلغ الشاهد منکم الغائب، حاضرین به غائبین برسانند. اینها آمدن رسوندند. الان با هم اختلافاتی داشتن بر اساس اون طبیعت بشری هست، ما با اونها چی کار داریم؟ به قول یکی از بزرگان، شاید امام شافعی هست یا کسی دیگه، که الحمدلله اون زمان ما نبودیم که تو اون جنگ ها شرکت بکنیم و دستمون را آلوده بکنیم با اون خونهای پاک. الان چرا زبانمون را آلوده بکنیم به بدگویی اونها؟ از الله می فرماید اینها به وظیفهشون به نحو احسن عمل کردند و ما بدلوا تبدیلا، اینها تغییر نکردند، تبدیل نشدند، عوض نشدند. لیجزی الله الصادقین بصدقهم. قبلا بحث منافقین بود، بعد از منافقین بحث مخلصین صحابه بود. الله می فرماید این لام لام عاقبت است، عاقبت و نتیجه این خواهد بود. الله می فرماید لیجزی الله الصادقین بصدقهم، الله پاداش می دهد صادقین را، اینهایی که مطابق وعده الهی صادق در آمدن به سبب صدقشان. و یعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیهم، و الله عذاب میده منافقین را اگر بخواهد. چنانچه خیلی از منافقین با نفاق مردند. و او یتوب علیهم، یا بر اونها رجوع میکنه. خیلی از منافقین توبه کردند. عرض کردم در سوره های منافقین و سوره های مجادله بعضی از منافقین وقتی که آیات نازل شد ترسیدن، توبه کردن. بعضی ها حتی در جنگ های بعد از رسول الله، در جنگ هایی که ابوبکر صدیق با مسیلمه کذاب در جنگ یمامه داشت، خیلی از اونهایی که قبلا منافق بودن اونجا شهید شدند. او یتوب علیهم اشاره است که همه منافقین منافق نموندن. ان الله کان غفورا رحیما، این ترغیب توبه هست. الله بخشاینده و مهربان است، در توبه همیشه باز است. اگر کسی اشتباه کرده، راه نفاق را پیش برده، الان برگردد. و رد الله الذین کفروا بغیظهم لم ینالوا خیرا. چند گروه هستند، یکی مؤمنین که خدا پاداشی نیک میده، یکی که منافقین که بعضیشون توبه، بعضی دیگه الله عزوجل اونها رو به عذاب سخت گرفتار میکنه. اما بقیه کفار که آمده بودن فتح بکنند، آمده بودن فاتحه اسلام را بخونند، اونها را الله میفرماید و رد الله الذین کفروا بغیظهم، برگرداند الله عزوجل کفار را، یعنی مشرکین مکه و بقیه قبائل عرب را، بغیظهم، مع غیظهم، همراه با اون غیظشون، همراه با اون بغضشون برگشتند. دلشون خنک نشد که غیظشون بیشتر شد. لم ینالوا خیرا، اونها هیچ خیری حاصل نکردند، یعنی فتح نکردند، موفق نشدن، پیروز نشدن، ناکام و نامراد، دست خالی و دامن خالی. و کفى الله المؤمنین القتال، الله کافی از بندگان مؤمن خودش را از نظر جنگ. مؤمن واقعا بر مسیر ایمان باشد، بر مسیر تقوا باشد، بر مسیر اعتدال و جهاد صحیح باشد، الله از نظر جنگ کفایتشون میکنه، امداد غیبی میکنه، نصرتشون میکنه. و کان الله قویا عزیزا، این علت هم رد هست و هم کفا هست، هم رد الله الذین کفروا هست و هم کفا الله المؤمنین هست. الله قوی هست و غالب هست، دشمنان شما را میتوند ناکام برگرداند و شما را مؤمنین را کفایت بکند و شما را به مرادتون برساند، به فتح و پیروزی موفقیت برساند. اما یک گروه دیگه بود، گروه عهد شکن، یهودی های بدبخت. هر جا یهود عهد شکنه، هیچ اعتمادی به قول یهود نیست. مسلمان ها چطور به یهود اعتماد میکنن، باشون پیمان میبندن؟ یهود در قرآن هست
نشون داده، تاریخش نشون داده قومی هست که از پشت خنجر میزند. بنو قینقاع از یهودیان مدینه بود، خیانت کرد، رسول الله اونها را جلاوطن کرد. بنو نذیر میخواستن، رسول الله با اونها پیمان داشت، آمده بود که برای یک قتل خطایی که 2 نفر کشته شده بوده از دست یک مسلمان، آمده بود پول جمع بکنه برای دیه اونها، چون یهود پیمان داشتن، گاهی یهود از مسلمانان میگرفتن. رسول الله آمده، اونها رفته از بالای قلمی خواستن سنگ آسیاب دستی را بندازن روی رسول الله که خدا خبر داد. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فهمیدن که اینها به ظاهر عهد دارند، اینها خائنند، همون بود که اونها را جلاوطن کرد. گروه سوم بنو قریظه، اینا هم خیانت کردند. همه یهود همیشه از پشت خنجر میزنند، هیچ وقت، همونطور که ما در آیات متعددی خواندیم الله میفرماید اینها هیچ وقت توان مبارزه روبرو با شما ندارند، اینا همیشه خیانت میکنند. لذا بنو قریظه هم خیانت کرد. خدمت شما عرض کردم که بنو قریظه حلیف بود، یعنی هم پیمان بود با مسلمان ها، راحت زندگیش را میکرد در کنار رسول الله، کسی بکاری اونها کار نداشت. اما بنو نذیر که جلاوطن شده بودند، رفتند اونجا در خیبر، از اونجا اونا تحریک کردن. رئیسشون حیی بن اخطب، او آمد و با رئیس بنو قریظه مذاکره کرد، خلاصه قانعش کرد و خودش را گروگان گذاشت. من تو همین قلعه شما میمانم، اگر شما شکست خوردید و کشته شدید منم با شما کشته بشم، چون یقین داشت که پیروزی 100%. خب این رئیس بنو نذیر هم تو همین قلعه بود، خود بنو قریظه هم اونجا بودن، بسیاری از افراد به نام بنو نذیر اونجا بودند. اینا بعد از اینکه خیانت کردند، خب مشخص شد برای رسول الله. از طرفی مشرکین که رفتند، رسول الله با اصحاب برگشتند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به مدینه که رسیدن، لباسهای زرهی را از تن در آوردند که جبرئیل امین با لباس زرهی آمد. این در حدیث است. گفت چیکار میکنی؟ گفت تمام شد دیگه جنگ. گفت نه، الله عزوجل دستور داده ننشینید، خودتون را به بنو قریظه برسانید، کار اونها را یک سره بکنید. رسول الله مجدد لباس ها را پوشید، دستور داد اصحاب را، فرمود که نماز عصر را نخونید الا فی قریظه، مگر در محله قریظه بخوانید. با مدینه منوره فاصله داشت، جنوب مدینه بود. صحابه همیشه سمعنا و اطعنا بوده، به جان و دل سخن الله و رسول الله را عمل می کردند. لذا دوان تند و سری به طرف بنو قریظه رفتند. در اینجا این مسئله برای شما بگم که علمای ما در رابطه با اختلافات مذاهب استنباط کردند تا شما مطمئن بشید. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود نماز عصر را نخوانید مگر در قریظه. در وسط راه وقت نماز عصر رسید، صحابه گفتن نماز بخوانیم، با هم اختلاف کردن. یک گروه گفت نه، رسول الله فرموده نخوانید مگر در قریظه بخوانید. یک گروه گفت نه، همین جا بخوانیم. اختلاف کردن، یک گروهی خواند، یک گروهی نخواند، رفت با تأخیر خواند، خودش را به قریظه رساندند، با تأخیر خواندند. یک گروهی اینجا چون وقت نماز آمده بود نماز خواندند. الان ببینید فرمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را دو تا برداشت از این فرمان، دو برداشت متفاوت. یکی میگه خواندن جایز نیست، اینجا باید در همون محل بخوانید. یکی میگه نه، منظور پیغمبر این بوده یعنی زودتر برید. وقتی که اختلافشون را آوردند خدمت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، یا رسول الله از ما دو گروه کدوم بر صواب است، کدوم درست عمل کرده؟ آن حضرت صلی الله علیه وسلم هر دو گروه را تایید کرد، گفت هر دو شما خوب کردید. ببینید وقتی یک مسئله در قرآن در حدیث هست
و مجتهدین بزرگوار هر یکی یک برداشتی داره. از همون حدیثی که امام ابو حنیفه استنباط میکنه، از همون حدیث امام شافعی هم استنباط میکنه، از همون حدیث هم امام مالک، اما نوع برداشت فرق میکنه، عیناً مثل همین جمله. لذا این اختلافاتی که بین فقهای ما هم هست، این اختلافات خدای نکرده اختلافات اصول نیست، اختلاف عقاید در باب توحید نیست، در باب قیامت نیست، درباره رسالت نیست، درباره مسائل فرعی هست. هم مسائل فرعی هم نه حلال و حرام در حد اون، بلکه اولا و غیر اولا، این بهتره یا این. خب یکی از حدیث، از آیه، از اشاره نص میگه این بهتره، اون دیگه میگه نه اون بهتره. اختلافات در این حده. با توجه به جریانی که در قریظه اتفاق افتاد، رسول الله هر دو را تایید کردند. علما معتقدند این نیست که اگر شافعی به فقه خودش عمل میکنه بگیم اون درسته یا غلطه و حنفی بگه این درسته یا غلطه. علما معتقدند همان گونه که رسول الله هر دو را ثواب قرار دادن، درست قرار دادن، اون چی که هر فقهی، هر مجتهدی برداشتی داره اون درسته، پیش خودش درسته. لذا گاهی بعضی از افراد میان تشکیک میکنند، شک ایجاد میکنند، میگند که خب یا این درسته یا اون درسته، این حق یا اون حقه، این باطل یا اون باطل. علیاذ بالله. اینجا بحث حق و باطل نیست، بحث اولا و غیر اولاست. یکی میگه این مستحبه، یکی میگه نه اون صورت سنته، یکی اینجا دست بسته بشه بهتره، یکی میگه اینجا بسته بشه، یکی میگه آمین آهسته گفته بشه بهتره، یکی میگه نه بلند گفته بشه، یکی میگه رفع یدین بشه بهتره، یکی میگه نه بهترش نکردنش هست. این اختلافات هر یکی از حدیث برداشتی داره، همه دلائل دارند، همه. این نیست که یکی حدیث را بلد نبوده، به یکی حدیث نرسیده، نه، همه دلائل دارند. یکی از فلان حدیث استدلال میکنه، یکی از فلان حدیث. آن حضرت صلی الله علیه و سلم هم شرایط مختلفی در زمانهای مختلفی داشت. بنابراین بنده که یک اعتقادی دارم، گاهی که علما هستند میترسم بیان بکنم، میگم تخطئه نکنند، این برداشت شخصیه. به طلاب گفتم در درس صحیح مسلم که در بعضی چیزها مثلا ما در احادیث متفاوت میخوانیم. در بعضی احادیث هست وقتی که به سجده میروید اول زانوها را بگذارید، دستها را نگذارید. در بعضی روایت هست مثل شتر نخوابید، یعنی در بعضی روایت ها تایید میشه اول آدم دست بذاره، بعضی روایت هست اول زانو بذاره. وقتی بلند میشه در بعضی روایت ها هست که انسان استراحتی بکنه همانطور که شوافی میکنن بعدم بلند بشه. در بعضی روایت هست مستقیم بلند بشه. بنده میگم اینا در واقع اختلاف نیست، اینا توسع هستند. توسع یعنی الله عزوجل یک مقداری وسیع فراخ گذاشته برای ما. صورتها را صورتهای متفاوتی هستند. بنده میگم با توجه به شرایط افراد، گاهی از یک آدم جوان سالمه و هیچ نیازی نداره از دستهایش کمک بگیره، لذا به زانو میره به سجده و همونطور مستقیم راست بلند میشه. اما بعضی وقتا شرایطی هست که یه فردی هست مریضه، وزنش مثل بنده سنگینه، نمیتونه، لذا مجبور از دستهاش کمک بگیره، به اون روایت عمل میکنه، یکی به این روایت عمل میکنه. اینا اختلاف نیستن، اینا صورتهای مختلفی هستن که شما شرایطتون مختلفه. در بعضی روایت ها هست که تورک دو صورت داره، یکی اینه که پایتون را بخوابانید مثل چهار زانو نشستن، بعضی ها یک پا را میخوابانند. مثلا شوافع در قاعده اخیر چیکار میکنند؟ تورک میکنند، مثل چارزانو می نشینند. بعضی ها میگن نه تورک درست نیست، باید مثل ما که دوزانو میشینیم باید نشست. ما میگیم که اینها همه توسع هست، یعنی الله عزوجل همه صورتها رو برای ما مجاز قرار داده. گاهی انسان صحیح سالم یک صورت عمل بکنه، گاهی انسان معذور میشه صورت دوم هم برایش هست.
اینا همه درسته، همه جایزه، همه مشروعه. نیازی نیست که اونهای مجتهدینی که سالهای سال، دهها سال اونها مطالعه کردند، قرآن و سنت را بررسی کردند، تک تک احکام را بر اساس اجتهادشون استنباط کردند و به امت تحویل دادند، الان بیان بگیم اونها بر اشتباه بودن، اونها بر خطا بودن. امکان داره خطای اجتهادی کردند و اون الله میداند. وقتی که شما پیرو یکی از مجتهدین شدید و از فقه ایشون و از برداشتی که ایشون از قرآن و سنت داره شما تبعیت میکنید، مطمئن باشید که هیچ مشکلی توش نیست. عرض کردم همانطور که رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه‌ای که دو گروه شدند، از این واقعیت ما زیاد داریم، هر دو را صواب قرار دادن، هر دو را صحیح قرار دادن. به هر حال این بحث خارجی بود، طولانی رفتیم. صحابه رفتند بنو قریظه را محاصره کردند. بنو قریظه تسلیم نشد، آماده جنگ شد. محاصره ادامه داشت تا 20 الی 25 روز. قلعه بنو قریظه در محاصره بود. آخر بنو قریظه گفتند که ما فقط و فقط فیصله حکمیت و داوری سعد ابن معاذ را میپذیریم. بنده خدمت شما عرض کردم سعد ابن معاذ از سرداران قبیله اوس بود، از انصار بود. سعد ابن معاذ در جنگ‌های مختلف از خود رشادت نشان داد. یک انسان عجیبی بود. گاهی که سخنرانی میکرد همه انصاری ها به وجد می آمدند، به غیرت می آمدند، برای جنگ آماده می شدند. لذا سعد ابن معاذ در درس گذشته خدمت شما عرض کردم تیر خورد به دستش و رگش آسیب دید و خونریزی جاری بود، خون جاری بود. بستند به وسیله امکاناتی که در اون زمان بود، باندپیچی کردند، اما خون کم کم می آمد. سعد ابن معاذ مریض شد. سعد ابن معاذ دو تا دعا کرد، از خدای عزوجل خواست دو چیز را. یکی این که خدایا، چون این عرض نکردم که چرا بنو قریظه سعد را به عنوان داور قبول کردند، چون که قبیله قریظه و قبیله اوس از زمان جاهلیت با هم حلیف بودند، هم پیمان بودند، در شرایط مختلف اینا با هم همکاری میکردند. دیه بود، جنگ بود، صلح بود، هر چی بود. لذا الان قبیله بنو قریظه گفت هر فیصله‌ای که سعد در باره ما داشته باشه ما میپذیریم. اونا فکر میکردن اینا حلیف ما هستن، این همه خوبی ما به هم دیگه کردیم، شاید فیصله سعد فیصله نرمی باشد، ما را رعایت بکنن، ما هم پیمانانی بودیم. سعد رضی الله تعالی عنه وقتی که زخمی شد دو تا دعا کرد. یکی این که بار الها مرا نکش، موت نیاید تا زمانی که من ذلت بنو قریظه را ببینم با چشمان خودم، دلم خنک بشه از این خیانتی که اینها انجام دادند و خنجری که از پشت به ما زدند. خیلی عصبانی بود سعد. الله عزوجل ضمیره را طوری فراهم آورد که خود سعد بشه حکم، خود سعد بشه داور. دومین دعایی که سعد کرد گفت خدایا، چون بعد از این متوجه شد که قریش شکست خورد، گفت خدایا اگر کمر قریش برای همیشه شکست که مرا در همین زخمی که دارم موت شهادت نصیب بفرما، ولی اگر بناز قریش بار دیگر بر علیه رسولت و حبیبت قیام بکنه مرا نکش که من هنوز موی دماغی برایشون باشم. انصار واقعا رشادت داشتند. بعداً وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنهاد را دریافت کرد از سوی بنو قریظه که اونها سعد را به عنوان حکم تعیین کردند، فرستاد برین سعد را بیارید.
سعد در خیمه همون صحابی رفیده بود، اون داشت تیمارداریش میکرد. گفتن رسول الله شما را خواسته. سعد را بر الاغی یا بر قاطری سوار کردن، زخمی بود، آمد به بنو قریظه، فاصله داشت، چند میل فاصله داشت. اینجا که آمد صحابه نشسته بودند منتظر بودند. سعد را که آوردن رسول الله فرمود قوموا الی سیدکم، برای آقایتون بلند بشید. یه بحثی ما ایرانی ها داریم، در جاهای دیگه نیست، اینی که کسی میاد بلند میشیم. آیا این درسته یا نه؟ بعضی دیگه ایراد میگیرند، میگه این شرعا درست نیست. کسی که میاد شما نشستی بنشینی، اگر میخوای مصافحه بکنی، اگر میخوای معانقه بکنی بلند شو مصافحه بکن. اما الان رفته برای وضو برمیگرده همه بلند نشید. بعضی علما میگن نه، بلند شدن درسته، کسی که آقا باشد، کسی که احترام داشته باشه. چون اینجا رسول الله فرمود قوموا الی سیدکم. خب بعضی توجیه میکنن چون سعد زخمی بود، سعد رضی الله تعالی عنه زخمی بود، منظور رسول الله این بود که بلند بشه چند نفری اون را بگیرید و بیارید که مریض زخمیه، توانایی راه رفتن نداره. اما اینجا کلمه سید علما میدونه وقتی که سید فرمود آقاتون، این به نوعی احترام را میرساند. والله اعلم، بحث فقها است، ما در اون جایگاه نیستیم که بگیم جایزه یا نیست، ولی این احادیث هست. سعد را وقتی که آوردند، سعد نشست، گفتند که بنو قریظه همه قبول کردند که هر چی که شما بگید، شما نظرتون چیه؟ حضرت سعد رضی الله تعالی عنه گفت که من همین آرزو و تمنا را داشتم که زنده بمانم تا که حاضر باشم. الان که فیصله به دست من است، فیصله من اینه که همه مردانشون را بکشید، زنان و بچه هایشون را به اسارت بگیرید. اینا خیانت کردند، اینا چند مرحله که داره خیانت میکنند، اینا انسان بشو نیستند. لذا فیصله سعد، اونا منتظر بودند چه فیصله میکنه. به اونها خبر رسید که سعد فیصله کرده همه مردان کشته بشن. چون وقتی تسلیم شده بودند اونم تن دادن آوردن. بعضی گفتند 600 نفر بودن مردانشون، بعضی گفتند 800 نفر بودن. با اون مردان بنو نظیر، اونهایی که اینجا خودشون را گروگان گذاشته بودن، مثل سردار بنو نظیر حویی بن اخطب، اونم بود. همه اینها را رسول الله دستور داد ببرن مدینه، بیرون مدینه، همه اینها را کشتند. یکی از همین میان بود، واقعات عجیبی هست، فرصت نیست در همین جریان. یکی از قرظی ها بود، بنو قریظه بود، که در یک زمانی نسبت به یکی از اصحاب و یاران رسول الله احسان کرده بود. یکی از صحابه در یک جای اسیر شده بود، او نجاتش داده بود. به محض اینکه این صحابی اینجا جز یاران رسول الله بود، اون قرظی را دید که اینم جز اسرا است. گفت یا رسول الله فلان فرد در فلان زمان نسبت به من احسان کرده، مرا نجات داده، لذا شما اجازه بدید که من او را پناه بدم، من او را امان بدم، من او را به عهده خودم عوض اون احسانش را بدم، اون کشته نشه. رسول مکرم صلی الله علیه وسلم فرمود اشکالی نداره، شما که میخواید عوض احسانتون را بدید بهش، دستش را بگیر، اون را جدا بکن، اون را میبخشی. اون آوردن گفتن که تو به خاطر فلان احسانت نسبت به این صحابی رسول الله تو بخشیده شدی. اون گفت که من زندگیم به چه درد میخوره، زن و بچه‌ام که اسیر شما باشن. به خدمت رسول الله گفتن این قبول نمیکنه، میگه زن و بچه‌ام را هم آزاد کنید. فرمودن زن و بچه‌اش را هم آزاد کنید. زن و بچه‌اش را هم آزاد کردن. بعد از اون گفت زن و بچه بدون مال به چه درد میخوره، مال من که اینجا هرچی به غنیمت گرفته شده مال منو هم بدید. آن حضرت فرمود مالش را هم بهش بدید، بره آزاد با زن و بچه‌اش با مالش. وقتی که این در پناه صحابی در آمد ما بهش پناه میدیم. بعد از اینکه همه خواسته هاش برآورده شد، ببینی یک کافر چقدر نسبت به
دینش به آیینش هم متعهده. گفت که بعضی از سرداران و سران را نام گرفت. کعب رئیس قریظه بود، کجاست؟ گفتم اسیر بردنش بکشند. فلانی کجاست؟ کشته شد. فلانی کجاست؟ یا کشته شد یا بردن بکشند. گفت پس زندگی من بدون اونها چه فایده داره؟ من هم بکشید. خودش قبول کرد. رسول الله گفت پس وقتی که نمیخواد ببرید بکشید. بردن کشتنش. منظور اینه که صحابی پیغمبر وقتی که احسانش را بیاد آورد، عوض احسانش را بهش داد. بالاخره سعد وقتی که دلش خنک شد، قریش هم برای همیشه شکست خورد. بعد از اون سعد مرگ را تمنا کرد، شهادت را از رب خواسته بود قبلا. صحابه میگن ما تو خیمه ها بودیم، دیدیم که خیمه هایی که همجوار خیمه های سعد بودن جوی خون جاری شد. گفتن چه خبره؟ گفتن که زخمش سعد خون ریزی کرد. حضرت سعد رضی الله تعالی عنه در همون زخم با همون زخم شهید شد. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود وقتی که سعد از این دنیا رفت اهتز له عرش الرحمن، عرش رحمان به تکان در آمد از شهادت این صحابی بزرگ. اینها مردان بزرگی بودند که این گونه از اسلام عزیز دفاع کردند، از رسول الله دفاع کردند. الان حقشون هست که ما از اونها دفاع بکنیم. ما نگذاریم کسانی از روی نادانی اونها را نفرین بکنن، اونها را درست معرفی بکنیم، اونها را اونطوری که حقشون هست خودمون هم بشناسیم و به بقیه معرفی بکنیم و برای اونها دعای خیر بکنیم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. این دعا را رب به ما در قرآن آموزش داده که بخوانیم. بار اله ما را ببخش و اون برادرانی که قبل از ما مؤمن بودند و با ایمان از این دنیا رفتند. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. و خدایا نسبت به اهل ایمان در دل ما هیچ نوع غل و غشی نباشد، هیچ نوع حقد و کینه‌ای نباشد. آخه مسلمان چرا کینه داشته باشد نسبت مسلمان؟ نسبت به یاران رسول الله، نسبت به اونهایی که این گونه جانانه از رسول الله دفاع کردند، از اسلام دفاع کردند، همه چیزشون را فدا کردند. آیا الان اونها مستحق نفرین ما هستند؟ چرا ما فریب خورده بعضی از تاریخ نویسانشون که اصالتشون یهودی هست، تاریخ نویسانی که اصالتشون یهودی هست و میخواهند آخرین این امت را نسبت به اولین این امت بدبین کنند، چون این بدبینی منجر میشه به بدبینی به اصل اسلام. چون اسلام را اینها به ما رسوندن، قرآن را اونها به ما رسوندن. وقتی که اونها مورد اعتماد نباشند، وقتی که اونها عدول نباشند، عادل نباشند، پس دینی که از طریق اونها به ما رسیده اون دین چی خواهد بود؟ لذا صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم عادل بودند و بهترین انسانهای روی زمین بودند. هر یکی از اونها ستاره های درخشان هدایت بودند. الله عز وجل می فرماید و انزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب. الله عز وجل فرود آوردن، پایین آوردن آن اهل کتابی که حمایت کردند از احزاب. ظاهروهم، پشتیبانی کردند آنها را، پشتیبانی مالی کردند، ساپورت مالی کردند. من اهل الكتاب، من سیاسیهم متعلق به انزله هست. انزل الذین ظاهروا من سیاسیهم، اونا را خداوند از قلعهایشون پایین آورد، مجبور شدن تسلیم بشند. و قذف فی قلوبهم الرعب، الله در دلهای آنها رعب ایجاد کرد. فریقا تقتلون و تأسرون فریقا، گروهی از آنها را شما کشتید، میکشید و گروهیشان را به اسارت میگیرید، همان گونه که سعد فیصله فرمود. و اورثکم ارضهم و دیارهم، الله شما را وارث سرزمین اونها قرار داد
و وارث دیار اونها قرار داد، هم سرزمینشان و هم دیارشان، باغهایشون، قلعهایشون همه مال مسلمانان شد. و اموالهم و اموالهایشان و ارضا لم تطئوها، و هنوز سرزمین هایی هست که هنوز شما اونها را به اونجا نرسیدید، زیر پایتون قرار ندادید. مفسرین میگن اشاره به خیبر است، تنها این قریظه را به شما ندادیم، خیبر را هم میدهیم. در خیبر بقیه یهودی ها بودن، ما بقیهشون بودن، اونها هم این در سال 5 هجری بود، غزوه خندق احزاب، اون در سال 7، 2 سال بعد اونم فتح شد. الله عزوجل یه عزت خاصی به رسول الله داد، به اسلام داد. عرض کردم این بزرگترین محرک اصلی حیی بن اخطب بود. حیی بن اخطب که رئیس قبیله بنو نذیر بود، در سال 4 هجری اونها جلاوطن شدن، رفتن به خیبر پناه بردن، زن و بچهش اونجا بود. خودش رفت مشرکین مکه را تحریک کرد، احزاب را جمع کرد، اینجا آمد خودش را گروگان کرد. اینجا که بنو قریظه فتح شد، قلعه هایشون خب مردان کشته شدن، این حیی بن اخطب هم جز اونها بود، گردنش را زدند. 2 سال بعد وقتی که خیبر فتح شد، اونجا زن و بچهش اسیر شدند. دخترش حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها، ابتدا وقتی که تقسیم کردند، این صفیه سهم یکی دیگه از اصحاب و یاران رسول الله شد. آخر کسی آمد خدمت رسول الله گفت یا رسول الله، این دختر سردار بنو نذیر است، بسیار شیرزن خوبی هست، اگر شما این را به اون کسی دیگه بدید، این را برای خودتون بردارید و باش عقد کنید. آن حضرت صلی الله علیه وسلم پذیرفت و به اون صحابیه کنیز دیگه داد، حضرت صفیه را آزاد کرد و بعدا عقدش کرد، یکی از امهات المؤمنین شد. به هر حال الله عزوجل سرداره را کشت، دخترش را به عقد رسول خدا در آورد. از این ذلت بیشتر برای یهودی؟ لذا الله می فرماید فریقا تقتلها و ارضا لم تطئوها، سرزمین هایی که هنوز شما فتح نکردید، لگتمال نکردید، زیر پایتون نگرفتید. و کان الله علی کل شیء قدیر، الله بر هر چیز قادر است. یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، این بخش دوم سوره هست. بعضی فکر میکنه هیچ مناسبتی با بخش اول نداره، چون که درباره ازواج پیغمبر است، همسران پیغمبر و یک سری دستوراتی نسبت به اونها، اما نه، خیلی ارتباط داره. من از 2 جهت ارتباط این آیات را با آیات گذشته عرض میکنم. اول این که در گذشته خواندیم که پیغمبر را اذیت نکنید، مشرکین، منافقین، دشمنان هم اذیت میکردن، گاهی خودی ها هم. لذا از اینجا به بعد تذکر به خودی ها هست، اهل خانواده، اهل بیت، شما هم پیغمبر خدا را اذیت میکنید. و ربط دوم که این ربط قوی تر است، اینه که ما الان قبل از این خواندیم خداوند فرمود چه غنایمی به شما رسید، قلعه های قریظه، قلعه های خیبر همه فتح شد، مال زیادی به دست مسلمانان آمد، مال های فراوانی به دست مسلمانان آمد، زندگی ها عوض شد، غذاها بهتر شد، لباس ها بهتر شد، وضع معیشت و معاش صحابه خیلی تغییر کرد. اما این را خدمت شما عرض کنم که وضع زندگی رسول الله تغییر نکرد، به همون شکل ماند. از این آیه معلوم میشه ازواج مطهرات مگه چی خواستند؟ اینجا سرزنش شدن درست در این آیات، ولی جمهور مفسرین نوشتند بعد از این که غنایم به دست آمد، همه غذاهاش مرغنتر و چربتر و بهترتر شد، همسران پاک رسول الله گفتن یا رسول الله ما هم میخوایم یه مقدار تغییر تو زندگی ما بیاد، غذای بهتری داشته باشیم،
حداقل تو خانه یک خادمه‌ای باشد، کنیزی باشد که کارها را انجام بده. عموما هر انسان دلش میخواد رفاه داشته باشد، گناه نیست، مباح است. اون چیزی که ازواج مطهرات تمنا کردن گناه نبود، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم چون دار آخرت را قصد کرده بود، نمیخواست تو این دنیا راحت بگذراند، نمیخواست رفاه داشته باشد. خب پیغمبر خدا فرق میکنه با بقیه. صحابه زندگیشون تغییر آمد. ازواج که این را تقاضا کرده، آن حضرت ناراحت شد و آن حضرت فرمود که من تا 1 ماه پیش شما نمیام. قهر کرد. حتی معروف شد که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زنهایش را طلاق داده. عمر رضی الله تعالی عنه سراسیمه آمد گفت یا رسول الله آیا طلاق دادی؟ فرمود نه من طلاق ندادم. بعدا دید رسول الله ناراحت، حدیث مفصلی است، نشست چند تا شوخی کرد تا خنده رسول الله را در آورد. بعد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تا 29 روز نیامد. 1 ماه 29 روز شد. بعد از اینکه 29 روز آمد، الله فرمود به همسرانت اختیار بده، همون زندگی فقر و فاقه، همون زندگی قناعت را میخواند با تو زندگی بکنند. اگر نه میخواند رفاه داشته باشند، میخواند ترفه داشته باشند، غذای خوب، لباس خوب، زندگی راحت، خب تو که اون زندگی را نمیخوای، تو طلاقشون بده و حتی چیزی بهشون بده، برن زندگی خوبی داشته باشند. آن حضرت صلی الله علیه و سلم این پیام الهی را باید به همسرانش میداد. پیش همسران و ازواج مطهرات آمد. در این زمان آن حضرت صلی الله علیه و سلم 4 تا همسر داشت. حضرت عایشه، حضرت حفصه رضی الله عنهما و حضرت ام سلمه، حضرت سوده. تو تفسیرها این 4 تا رو نوشتند. اول پیش عایشه رضی الله عنها آمد، بعضی 5 تا هم گفتن. اول پیش عایشه آمد، گفت که من یه چیزی بهت میگم، چون عایشه از نظر سنی از همه کوچکتر بود، دختر بچه‌ای بود. رسول الله هم عایشه را دوست داشت، نمیخواست که اختیاری که بهش داده خدا اون نادانی بکنه و بگه که من زندگی مرفه میخوام تا که از پیغمبر جدا بشه. پیغمبر نمیخواست از عایشه جدا بشه. به این خاطر گفت من یه پیشنهادی بهت میدم، اول برو با پدر و مادرت مشوره بکن، بعداً جواب منو بده. گفت باشه چیه؟ گفت که آیا خدا و رسول خدا را اختیار میکنی؟ تردن الله و رسوله و الدار الاخره. الله را میخوای، رسول را میخوای، دار آخرت را میخوای، یا نه تردن الحیات الدنیا و زینتها، زندگی و خوشگذرانی در دنیا و زینت دنیا، زرق و برق دنیا، کدوم را میخواهی؟ گفت که یا رسول الله درباره تو برم از پدر و مادرم مشوره بگیرم؟ نه خیر، بل اختار الله و رسوله و الدار الاخره. من خدا و رسول و دار آخرت را میخوام. من اصلا از پدر و مادرم نمیپرسم. من همون زندگی فقر و فاقه را میخوام، همون مشکلات را میخوام، ولی رسول الله را داشته باشم. رسول الله خوش شد و بعد از بقیه همسران سوال کرد، 3 تا دیگه، 4 تا دیگه، همین جواب را دادن. سبحان الله، اینها همسران پاک بودن. ما در آیه داریم الله عزوجل میفرماید، ما در سوره تحریم خواندیم که الله میفرماید خداوند قادر است بهتر از شما بیاره همسر پیغمبر قرار بده. اما این خدمت شما عرض کنم، خداوند همیشه برای پیغمبرش و پیغمبرانش بهترین ها را میگزیند. الطیبات للطیبین خواندیم. اگر از اینها بهتر بود خدا اونها را انتخاب میکرد. اگر از این همسران بهتر بود
در دنیا الله عزوجل همون روز برای پیغمبرش انتخاب میکرد، ولی الله عزوجل اینها را بهترین قرار داده بود. یک نکته دیگه خدمت شما عرض کنم، اون آیه می آید، آیه را می خوانیم، خداوند در همین سوره به پیغمبرش دستور میده که لا یحل لک النساء من بعد، ای پیغمبر از این به بعد برای تو اجازه نیست که ازدواج بکنید، دیگه زن بگیرید. ولا ان تبدل بهن من ازواج، و اجازه نداری بجای این زنها زن دیگه، یعنی از اینایی که ترک بکنی یک زن دیگه بیاری بجاش. ولو اعجبک حسنهن، گرچه دیگرانی باشن که زیباتر برات به نظر بیاند، اونا رو بیشتر بپسندی از نظر زیبایی ظاهری شد، ولی اجازه نداری بجای اینها. چرا؟ به خاطر اینکه اینها را الله پاداش داد. شما که خودتون را وقف کردی برای رسول الله، فقر و فاقر را انتخاب کردید و الله و رسول و دار آخرت را انتخاب کردید، خودتون را اختصاص دادی به پیغمبر خدا، خدا هم پیغمبرش را اختصاص داد به شما، به پیغمبرش دستور میده دیگه اجازه نداری غیر از این زنها دیگه زن داشته باش. اون در واقع جایزه ای هست در عوض این اختیاری که همسران پاک رسول الله انتخاب کردن. ببینید آیات را، الله می فرماید یا ایها النبی، ای نبی من، ای پیامبر من، قل لازواجک، به همسرانت بگو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر شما اراده زندگی دنیا را دارید، و زینتها، و زینت و زرق و برق دنیا، تجملات دنیا، فتعالینا، بیایید امتعکن، من به شما کالا میدم، وسایل میدم، یعنی حقتون را میدم، و اسرحکن سراحا جمیلا، و شما را رها میکنم رهای زیبا، هیچ ناراضی نیستم از شما، یعنی زندگی مرفه داشته باشید، زندگی خوب داشته باشید، به شما هم بخشی از مال هم میدم که راحت زندگی کنید، اما دیگه رسول الله را نخواهید داشت. و این کنتن تردن الله و رسوله، اگر شما اراده بکنید بخواهید الله را و رسولش را، و دار الاخره، و دار آخرت یعنی درجات عالیه آخرت را، پس بدانید فإن الله اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، همانا الله عزوجل آماده کرده برای مخلصانی همچون شما. این محسنات قید احترازی نیست که بعضی العیاذ بالله مخلصن بعضی نیستن، این صفتشون هست. برای محسناتی که از شما هستند، مخلصانی همچون شما، اجرا عظیما، پاداش بزرگ. لذا ازواج مطهرات، مادران پاک مؤمنان، الله را، رسول الله را، دار آخرت را انتخاب کردند. مادران ما هم میشنوند این درس را، خواهران ما هم میشنوند این درس را. گاهی به خاطر منافع دین، منافع اسلام، گرچه هیچ کسی نمیتونه اون زندگی را داشته باشه، اما گاهی اگر ما فقر و فاقر را تحمل بکنیم، به مراتب بهتر از این که بر شوهر بیچاره فشار بیاد که حتی از راه خلاف هم شده باید تهیه بکنه، فراهم بکنه. این تجملات چه درد میخوره؟ این ساختمان و این ماشین به چه درد میخوره که از راه نامشروع، از راه معاملات فاسد، از راههای پرخطر. لذا باید زنان جامعه اسلامی هم قناعت داشته باشند، شوهرانشون را برعکس مجبور کنند از شما نان حلال میخواهیم، زیادش را نمیخواهیم، هر چی باشد حلال باشد، طیب باشد، چون که انسان با مال حلال توفیق اعمال خوب دارد. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا،
ای پیامبران الهی مال پاکیزه بخورید، عمل صالح انجام بدید. علما گفته اینها با هم ارتباط دارند. مال پاکیزه که باشد توفیقی برای عمل صالح انجام، برای عمل صالح میشه. من روی این آیه خیلی داستان ها هم برای طلاب تعریف کردم که کسانی که واقعا رزق حلال داشتن چقدر صاحبان توفیق بودند. لذا مادران و خواهران هم باید به این نتیجه برسند که مال پاک بخورند، دنبال کمیت نباشند، دنبال کیفیت باشند، دنبال زیاد و بیشترش نباشند، دنبال اون کیفیت حلت و طیب بودنش باشند. ببینید صحابیات، ازواج مطهرات، مادران همه ما چه فداکاری دادند. سبحان الله. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین. خدای عزوجل تذکر میده که ای زنان پیامبر، هر کسی از شما گناهی مرتکب بشه، فاحشه بیشتر در قرآن مجید اطلاق به گناه شده، در خیلی آیات کمی از مراد از فاحشه فساد اخلاقی است. در یک جای فاحشه به معنای بخل آمده، الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. شیطان شما را از فقر میترساند و امر میکنه به بخل، میگه مالت را نده که کم میشه. یک جای فحش به معنای بخل میاد. عموما فحش به معنای گناه میاد، مطلقاً گناه. آزار دادن رسول الله یک گناهی است. ينبغي ان تحمل الفاحشه على حقوق الزوج و فساد عشرته. بحر المحیط گفته آنچه که سیاق این آیه هست، فحش به معنی چی باشد؟ گناه، نافرمانی شوهر را رنجاندن. لذا معنیش اینه که هر یکی از شما رسول الله را برنجاند، گناه علنی انجام بده، یضاعف لها العذاب ضعفین، عذاب برایش 2 برابر میشه. چون که انتظاری که خدا از خواص دارد اون انتظار خیلی بالاتر است. مثلا یک انسان ویژه، یک انسان خاص، یک بزرگمرد، یک تحصیل کرده، یک عالم، وقتی که بر مسیر باشد نسبت به بقیه اجرش مضاعفه، اما از مسیر منحرف بشه گناهش هم مضاعفه، عذابش هم مضاعفه. اینجا الله می فرماید و کان ذلک علی الله یسیرا، این که خداوند 2 برابر به شما عذاب بده این بر خدا آسان است. اما و من یقنت منکن لله و رسوله، هر کسی از شما تابع خدا بشه و تابع رسول الله بشه، همونطور که الان عهد کردید که از این به بعد از رسول الله تبعیت کنید و رسول الله را اختیار کنید، اگر تابع رسول الله باشید و تعمل صالحا، و هر کسی از شما عمل صالح انجام بده، نؤتها اجرها مرتين، ما اجر و پاداشش را هم 2 برابر میکنیم یا چند برابر. بعضی هم میگن مرتين صیغه تثنیه برای تکرار است، چند برابر اجرش میدیم. و اعتدنا لها رزقا کریما، رزق معززی در بهشت بهش عطا میکنیم. لذا الله عزوجل به ازواج مطهرات خطاب، این همه خطاب ها به ازواج است، به اهل بیت رسول الله که ازواج هستند و بقیه. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ای زنان پیامبر شما نیستید مثل یکی دیگر از زنان عادی. ان اتقیتن، اگر تقوا در وجود شما باشد، اگر خدا ترسی باشد. لذا شما مثل زنان عادی نیستید. لذا فلا تخضعن بالقول، در زمان سخن گفتن صدایتون را پایین نیاورید، بلکه صدایتون را پایین نیاورید معنیش اینه که با تکلف سخن نگویید. چرا؟ فیطمع الذی فی قلبه مرض، اون کسی که در قلبش مرض هست اون به تمامی افته. و قلنا قولا معروفا، خشونت هم مراد نیست، سخن زیبا بگید، سخن خوب بگید. مثلا کسی کاری داره، نیازی داره، سوالی داره، سوالش را میپرسه، جوابش را بگید.
بیشتر نه. این دستور برای زنان پیامبر است، متوجه زنان امت هم هست. خواهران مواظب باشند وقت سخن گفتن با نامحرم. نباید انسان خودش را صدقه و قربان بکنه. بعضیا عادت دارن قربانت برم، فدات بشم. اینها در دل مریض طمع ایجاد میکنه. امروز متاسفانه مرض هم زیاده. حتی سخنی دو نوع هستند، یک سخن با تکلف، یکی از کلماتی بیاره انسان. این کلمات مثلا که بنده عرض کردم یا شبیه این کلمات، کسی چیزی میپرسه، یک کلمه میپرسه، زن 4 تا صحبت بکنه، اینها در دل مریض طمع میاره. یا اینکه صدایش را نازک بکنه، صدایش را پرتکلف بکنه، صدایش با ناز و عشوه باشه، این هم در دل مریض طمع ایجاد میکنه. زن باید سنگین صحبت بکنه، با وقار. قلنا قولا معروفا همینه. کسی در میزنه آقا هست؟ نه خیر نیست، تمام شد. یک کلمه. اینکه شما کی هستید؟ تشریف داشته باشید. ایشون میان، این سری حرفهای اضافی، اون انسان اگر مریض باشه به طمع میفته. این آدابی هست که هرچه ما بیشتر رعایت بکنیم جامعه سالمتر، از مرض دورتر خواهیم داشت. لذا زنها نباید با نامحرمها بدون تکلف صحبت کنند، باید سنگین، وقار. وقرن فی بیوتکن، دستورات دیگر، بمانید در خانه هایتان، ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، و خودتان را به معرض نگذارید مثل به معرض نمایش گذاشتن جاهلیت اولا. جاهلیت اولا قبل از بعثت رسول الله را میگن. زمان جاهلیت زنها اون زمان هیچ حیایی نبود، هیچ قید و بندی نبود. اونطور نباشید. و اقمنا الصلاة، نماز را برپا بدارید، و آتین الزکات، زکات را بدهید، و اطیعن الله و رسوله، الله را اطاعت کنید، رسولش را اطاعت کنید. این دستورات را که خدا به شما میده منظور چیه؟ چرا؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، جزی نیست که الله اراده دارد، الله میخواهد دور کند از شما الرجس، آلودگی را، گناه را، معصیت را، نافرمانی را. اهل البیت یعنی یا اهل البیت، ای اهل بیت رسول الله، و یطهرکم تطهیرا، و شما را مطهر و پاک بگرداند، پاک گرداندنی. این آیه معروف است به آیه تطهیر. آیه تطهیر معمولا خوانده میشه و تفسیرش جوری دیگه میشه. اون تفسیری که از سیاق و سباق معلوم میشه، اون تفسیری که جمهور مفسرین تفسیر کردن، اون تفسیر نمیشه. بعضی ها که تفسیر میکنن میگویند که مراد از اهل بیت فقط 5 نفر هستند: خود رسول الله، سیدنا علی کرم الله وجهه، سیده فاطمه رضی الله عنها و حسن و حسین. این 5 نفر خدا اینها را خطاب میکنه، 5 تن فقط، که شما را خدا میخواد ای اهل بیت پاک بگرداند، تطهیر بگرداند. در حالی که چرا میگه این 5 نفر؟ چون استدلال مهم و قویشان، اونایی که اینجور تفسیر میکنند میگن چون اینجا صیغه جمع مذکر مخاطب آمده، جهت استحضار دیگران عزیزان، یعنی صیغه هایی که برای مردان معمولا استفاده میشه.
برای مردان گفته میشه انکم، اگر زنان مراد بودن میگفتن انکنه. برای مردان گفته میشه یطهرکم، اگر یطهرکم، اگر برای زنان میشد میگفتن یطهرکنه. ولی ما معتقدیم که مراد از این آیه اهل بیت، بقیه اهل بیت را هم نفی نمی کنیم، اونا هم جز اهل بیتند، اما مصداق اولی این آیات همسران پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند. به چه دلیل؟ شما نگاه کنید از رکوع اول که خطاب شروع شده یا ایها النبی، صیغه ها همه صیغه های جمع مؤنثند. ان کنتن تردن فتعالین امتعکن اسرحکن ان کنتن تردن الله و رسوله، تا دوباره یا نساء النبی دوباره خدا ذکر میکنن، دوباره میفرمان من یقنط منکن. همه این خطاب هایی هست برای ازواج مطهرات. اینجا فقط 5 تن را خدا میگه. بعد از اون در ادامه نگاه کنید واذکرن ما یتلی فی بیوتکن، بازم زنان پیغمبر را، یعنی قبل از این زنان پیغمبر را خطاب میفرماید، بعد از این زنان پیغمبر را خطاب میفرماید، در وسط خطاب فقط به 5 نفر است، 5 تن است؟ نه خیر، این مجموعه آیه یک موضوعه. اینجا مراد ازواج مطهرات هستند. ای زنان پیامبر، ای همسران پاک رسول الله، جزی نیست که خداوند میخواهد از شما آلودگی و عصیان و نافرمانی را دور بکند. ای اهل بیت، و یطهرکم تطهیرا، شما را پاک بگرداند، پاک گردانیدنی. اولا ببینید تفسیر که ما میکنیم نباید تفسیر بر اساس فکر و اجتهاد و نظر خود ما شخصی باشه. ببینید تفسیر سلف چیه. رئیس مفسران عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میفرماید عن ابن عباس نزلت انما يريد الله الى آخره في نساء النبي خاصة. این آیه فقط درباره زنان پیامبر نازل شد. اهل بیت مراد زنان پیامبر. ابن عباس میگه. شاگرد ابن عباس اکرمه چی میگه؟ میگه من شاء باهلته، هر کسی میاد بیاد با من مباهله بکنه من با اون مباهله میکنم. انها نزلت فی شأن نساء النبی صلی الله علیه و سلم. حضرت عروه رضی الله تعالی عنه، عروه ابن زبیر میفرماید یعنی ازواج النبی صلی الله علیه و سلم. همه این عبارت ها در تفاسیر ابن کثیر و روح المانی و غیره هست. قرطبی نوشته قال عطا و عکرمه و ابن عباس هم زوجة النبی صلی الله علیه وسلم خاصة. اینا فقط ازواج مطهرات مراد هستند. خب این سوال که شما میگید وقتی که ازواج مطهرات مراد هستند، در گذشته و در بعد از این آیه صیغه جمع مؤنث بود، اینجا هم چرا صیغه جمع مؤنث نیامد؟ چرا خداوند صیغه مذکر آورد؟ ما معتقدیم که صیغه که عوض شد به خاطر کلمه اهل البیت است. کلمه اهل جمع مذکر است. این کلمه را شما نگاه کنید در آیات دیگه، در جاهای دیگر برای یک زن استفاده شده، اهل بیت، برای یک زن، اما اونجا صیغه مؤنث به کار نرفته، همین صیغه مذکر به کار رفته. اونجایی که فرشتگان آمدند ابراهیم را مژده دادند که خداوند به تو فرزندی عنایت می کند، بیبی ساره رضی الله عنها و علیها السلام اونجا فسکت وجهها، چهره اش را، پیشانیش را زد و قالت عجوز عقیم، یک پیرزن نازا بناس که فرزندی بیاره. فرشتگان چی گفتن؟ قالوا اتعجبین من امر الله. اتعجبین صیغه واحد مؤنث، طلاب میدانند برای یک زن استفاده میشه. اتعجبین من امر الله، از امر خدا تعجب میکنی؟
رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت. به این یک زن گفته شده رحمت خدا و برکات علیکم یا علیکی آمده. علیکم صیغه جمع مخاطب است. چرا؟ چون اهل البیت آمده. اهل بیت جمع مذکر مخاطب است. علیکم. موسی علیه السلام به اهلیش وقتی که اون نور را دید در طور سینا، انی آنست نارا، به اهلش چی گفت؟ قال لأهله امکثوا، به اهلش گفت شما اینجا بمانید. صیغه جمع مذکر، مگه یک زن با موسی همراه بود؟ چرا امکثوا گفت؟ جمع مذکر گفت. صیغه مؤنث هست امکثی، اما موسی گفت امکثوا. قرآن تعبیر کرده. چرا؟ چون که کلمه اهل آمده. قال لأهله، ای یا اهل امکثوا. کلمه اهل از نظر عربی جمع مخاطب، جمع هست، جمع مذکره. لذا برای این وقتی که صیغه استفاده بشه صیغه مؤنث نمیاد، علیکم میاد، یطهرکم میاد. مراد پس از اهل بیت کی هست؟ ازواج مطهرات. و ما نمیگیم که علیاذ بالله فرزندان رسول الله، فاطمه زهرا که بهترین و محبوب ترین دختر رسول الله بود، حسن و حسین که ریحانه بهشت هستند، نمی اونا جز اهل بیت نیستند، اونا هم هستند. ولی فرزند که جز اهل بیت باشد از طریق مادر میشه. اول مادر اهل بیت، بعدا فرزندان اهل بیتند. اینا از کجا شدن فرزند؟ از طریق خدیجه، از طریق مادر. پس در اهل بیت اول باید مادران باشند. الان چه خدیجه باشد، چه عایشه، چه حفصه، چه بقیه. لذا اول همسران اهل بیت هستند و بعدا فرزندان اهل بیتن. بنابراین تفسیر درست، تفسیر جمهور، تفسیری که هر کسی عینک تعصب داشته نباشه، سیاق و سباق را نگاه بکنه، ما قبل و ما بعد را نگاه بکنه، همش خطاب برای همسران رسول الله است. خدای عزوجل میگه ای همسران رسول الله، من که به شما میگم نماز بخوانید، زکات بدهید، اطاعت خدا و رسول بکنید، من خدا خیرخواه و ناصح شما هستم. انما یرید الله، الله اراده میکند لیذهب عنکم الرجس. ای اهل بیت نبی، الله میخواد از شما نافرمانی، معصیت، آلودگی های زندگی را دور کند و یطهرکم تطهیرا، شما را پاک بگرداند. در ادامه بازم صیغه های جمع مؤنث، واذکرن ما یتلا، ای زنان پیامبر یاد کنید آنچه که تلاوت میشه بر شما، فی بیوتکن، در خانه هایتان، من آیات الله والحکمه. این وسیله تطهیر است. چطور پاک میمانید، پاک میشید؟ تو خونه بشینید دستورات خدا را اجرا کنید. واذکرن ما یتلا فی بیوتکن، واذکرن فی بیوتکن منظور است در خانه هایتون. چرا؟ ما یتلا، آنچه که بر شما تلاوت میشه، من آیات الله والحکمه، از آیات الهی یعنی قرآن، و حکمت حدیث یعنی فرمان رسول الله. ان الله کان لطیفا خبیرا، بدون شک رب العالمین نسبت به شما لطیف هست. لطیف را دو تفسیر کردم، یکی که لطیف از لطف است، مهربان، و یکی لطیف از لطافت است، به معنی ظرافت ها را میداند، باریکی ها را میداند، ظرائف را الله عزوجل هم میداند. خبیرا، از همه اعمال شما الله تعالی خبر دارد. لذا این تشویق است برای عمل کردن به آیات الهی، احادیث رسول الله، و اینکه در خانه بنشینید و اونها را به بقیه تعلیم و آموزش بدید. صدق الله مولانا العظیم. Mm-hmm.
نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.